هنوزم هر جا میری عینک تو جا میذاری؟ بیا تا بهت یه کاور عینک آسون و ترند و آموزش بدم. در ادامه تعداد و اندازه پارچه‌های مورد نیاز برای دوخت این جاینکی ساحلی زیبا رو می‌بینید. در ابتدا لای نمدی، سپس پارچه آستر رو جوری قرار میدیم که روی پارچه روبروی ما قرار بگیره. سپس پارچه دوم روبروی پارچه آستر قرار میگیره. کاسه‌ای به قطر 14.5 سانت رو روی کار قرار میدیم و با خودکار حرارتی دایره‌ای رو روی پارچه میکشیم. مطابق فیلم بندینک کار رو بالای دایره قرار میدیم و ادامه بندینک رو وسط دایره جمع میکنیم تا زیر دوخت نره. دور تا دور دایره رو به جز چند سانت برای برگردوندن کار دوخت میزنیم. دور تا دور دایره رو به جز چند سانتی که دوخت نزدیم با قیچی سبک میکنیم. کار رو از قسمت دوخت نشده برو میکنیم و اتو میزنیم. دور تا دور کار رو دوخت نیش میزنیم. از قسمت بندینک و پایین دایره 1.5 سانت به سمت داخل علامت میزنیم برای جایگاه دکمه. از کانال تلگرام میتونید آموزش کار با دکمه زن خونگی رو ببینید. جاینکی ساحلی زیبای ما آماده شد. هزینه این آموزش لایک زیبای شماست.